سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 3 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بلاگر طرفدار جنگ ضد اوکراین را در شب ایجادیش ترکاندند. یک خواننده صنف ده در کلوب در وقت درس کشته شد. کارمند امبیتی استرافشان از یک کار افتاده 33,000 سامانی پورا گرفته است. آشپز ارگ درباره شکمچرانی های طالبان فقط گوشت میخورند، دیگر هیچ. باز یک کار خیر حاجی محمود جان، دستارخوان ایدانه برای 1041 کودک و کمک به 420 آموزگار. یک جوان از خوراک برای سرکشی از خدمت حربی به 1 سال زندان محکوم شد. آبخیزی ها در شمال تاجیکستان خوشبختانه بدون خسارات و تلفات. و اکنون تفصیلات خبرها. شام 2 اپریل سال 2023 در شهر سنت پتربورگ روسیه در کاوهخانه استریت فود بار که در کوچه اونیورسیتسکای نابرژنای 25 جایگیر است و قبلا متعلق به ایوگنی پریگوژن اساسگذار شرکت حربی چویکا واگنر بود ترکش رخ داد. بنا به نوشته مطبوعات روسیه ترکش در ساعت 18:14 بیگاه یکشنبه وقتی رخ داد که در این کاوهخانه یکی از مبلغان جنگ ضد اوکراین خبرنگار حربی ولادین تاتارسکی که در کانالش در تلگرام بیش از 9 میلیون آبونشی داشت شب ایجادی خود را دایر میکرد. تاتارسکی امان است که بعد ملاقات پوتین با بلاگرهای طرفدار جنگ وایما کرده بود که همه را شکست میدیم، همه را میکشیم، اگر در کار شود همه را غارت میکنیم و همه چیز طور میشود که ما دوست میداریم. در نتیجه ترکش دست کم 30 نفر زخمی و 1 نفر کشته شده است. وزارت تندرستی روسیه تصدیق کرد که از این شمار 24 تن را بستری نمودند و وضع 6 نفر آنها بد است. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید در این ترکش ولادین تاتارسکی که نام اصلیش ماکسیم فامین است کشته شده است. یک دوست و همکار تاتارسکی به BBC گفته است که ولادین تا رسیدن به بیمارخانه زنده بود اما در شعبه ایوگری بیمارخانه جان داد. بنا به نوشته فانتان که قهوه‌خانه استریت فود بار پیشتر به اساسگذار چویکا واگنر منسوب بوده، هر روز یکشنبه در اینجا محفل با نام کیبرزت فرانت که اساسا نفران طرفدار تجاوز روسیه به خاک اوکراین جمع اومدند برگزار میشد. ریا نووستی با تکیه به منابع خود خبر داد که از احتمال دور نیست که مواد ترکنده را یک دختر که خود را ناستیا معرفی نموده به تاتارسکی هیکلچه را توفه کرد آورده باشد. ولی شبکه پروپاگاندی ارتی خبر می‌دهد که در کمیته اکتشافی روسیه فرضیه هم وجود دارد که شاید قبلا کاوهخانه بمبگذاری شده باشد. شبکه تلویزیونی رنتوی خبر داد که علاقه آن دختر گم شونده ضمن یک عملیات ویژه نیروهای مخصوص FSB در خانه‌اش همراه شوهرش بازداشت کردیدند. گفته می شود اسم او داریا تریپووا بوده، از جانبداران مخالفان پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین و سیاست او بوده است. اما بلاگر رستم ادگاموف در توییتر نوشت که داریا تریپووا گویا گفته باشد که او را پستاوه کردند و او نمیدونست که در داخل هیکلچه بمب گذاشتند. رسانه‌های نزدیک به مقامات روسیه از بازداشت خویش و تبار و دوستان دختر از جمله مادر و پدرندرش خبر دادند. ولادین تاتارسکی اصلا ماکسیم فامین نام داشته سال 1982 در شهر مکیف که ولایت دونتسک اوکراین که حال روسیه قسم زیاد این ولایت را غصب کرده است به دنیا آمده است. زد بلاگر تندزبان پس از حمله روسیه به اوکراین با زدن سخن‌های قبیح و تند به ضد اوکراین در بین مردم روسیه معروف شد. مبلغان کرمل به مثل تینا کاندیلاکی و مارگاریتا سیمانیان اوکراین را در قتل این بلاگر مبلغ جنگ گناهکار کرده از ارتش روسیه خواستند در جواب به کشته تاتارسکی شهرهای اوکراین را بمباران کنند. رهبر دنیر دنیس پوشیل نیز اوکراین را گناهکار دانست. دیگر نفران رسمی روسیه نیز به یگان دلیل اوکراین را گناهکار دانسته خواستار جواب دندان شکن شدند. ولی در همین حال میخائیل پادالیاک یاور پرزیدنت اوکراین قتل تاتارسکی را تروریسم داخلی نامیده نوشت. تورتانک‌ها به خوردن یکدیگر آغاز نمودند. وقتی که تروریسم یک ابزار حکومت می شود دور نیست که آن در داخل کشور نیز به کار برده شود. پیشتر از این نیز نیروهای امنیتی روسیه خدمات جاسوسی و اکتشافی اوکراینی را در قتل داریا دوگینا دختر الکساندر دوگین
یک فیلسوف ملتگرای نزدیک به پوتین در سانحه 22 آگوست سال 2022 ایبدار کرده بودند. اوکراین دست داشتنش را در سویقست به دوگین که منجر به مرگ دخترش شد رد کرده بود. صبح 31 مارس سال 2023 دو خواننده صنف دوم مکتب میانه رقم 5 شهر کولوب در وقت درس با هم مناقشه کردند و به گفته شاهدان در وقت مناقشه یکی از پشت دیگری را کرد زده است. در نتیجه خواننده کرد خورده را با جراحت وزنین در بیمارستان بستری کردند. متاسفانه طبیبان نتوانستند این خواننده را از چنگ مرگ نجاتند. این نورس روز 1 اپریل در شعبه ایوگری بیمارخانه ولایتی شهر کولوب از عالم چشم پوشید. خواننده کردزن را که از جای حادثه فرار کرده بود بعد چند پیدا و دستگیر کردند. سبب مناقشه خونین خوانندگان نابالغ که به چنین عاقبت مرگبار آورد هنوز معلوم نیست. در رابطه با این حادثه تفتیشات ادامه دارد. از بیمارخانه ولایتی به نشریه پیک اطلاع دادند که خواننده رقم 5 را صبح جمعه 31 مارس با جراحت وزنین به بیمارستان آوردند. در نتیجه تشخیص معلوم گردیده است که کرد به قسمت جگرش خلانده شده است. مکتب میانه رقم 5 در مرکز شهر کولوب در کوچه 1 مای در نزدیکی باغ مرکزی دانشگاه دولتی و کالج طبی کولوب جایگیر شده یکی از مکتب‌های کلانترین این شهر به شمار می رود. مناقشه بین خوانندگان یک مشکل جدی برای مقامات حفظ حقوق تاجیکستان باقی میماند. هر سال بر اثر چنین مناقشه ها که با زنازنی های گروهی و حتی به کردزنی می انجامد چندین نابالغ کشته یا زخمی شدند. نشریه امریکایی The New York Times در یک گزارش خود از تغییرات در آشپزخانه ارک ریاست جمهوری افغانستان در زمان طالبان پرداخته است. در این مطلب گزارشگر این رسانه معروف هانا بیچ با سرآشپز سابق ارک ریاست جمهوری افغانستان همصحبت شده از دیگرگونی ها در نامگوی تاون ها تا به کدام زینه پایین فرآمدن منزلت سرآشپز و شکمچرانی حاکمان مختلف این کشور از جمله طالبان نقل کرده است. گفته می شود سرآشپز سابق ارک نصرالله از تاجیکان دره پنشیر بوده. این کسب را از پدر و عمکی خود به میراث گرفته است. او از 15 سالگی در آشخانه ارک همراه پدر و عمکش هنوز در دوران شاه افغانستان ظاهر شد که در سال 1973 از قدرت برکنار شد کار را آغاز کرده از ظرفشو تا به سرآشپز کاخ رسیده است. ولی نقل کرده است نصرالله حاکمان کنونی افغانستان او را باز به همان وضع 50 سال پیش یعنی ظرفشو و بعضا سبزی پوسکن پایین آوردند. زیرا دیگر ملکه و مهارت بلند آشپزی و سابقه بای کسب او به طالبان ضرور نیست. بنا به گفته او دیگر در فهرست غذاهای حاکمان فعلی افغانستان یعنی طالبان از سبزیجات و میوه‌جات خبری نیست، چون رهبران طالبان فقط دوست دارند گوشت و گوشت بخورند، دیگر هیچ. نصرالله می افزاید در گذشته رئیسان جمهوری افغانستان از جمله حامد کرزی و اشرف غنی دوست داشتن بیشتر سبزیجات استعمال کنند، اما حاکمان فعلی افغانستان که از روستاها آمدند فقط گوشت میخورند و گوشت میخواهند. به این سوال که حالا برای سران طالبان چه طعام‌ها در کاخ رئیس جمهور تیار میکنند، نصرالله گفته است که تمام چیزی که طالبان میخواهند بخورند گوشت است، بدون یگان سبزیجات و خورش‌های دیگر. همچنین این سرآشپز از آماده نمودن پلو برای پرزیدنت امریکا جورج بوش که سال 2001 به کابل پایتخت افغانستان اومده بود نقل نموده گفته است حامد کرزی رئیس جمهور وقت گفت که جورج بوش از دستپخت شما تفسیف کرد. علاوه بر این او از آخرین خوراکی که 15 آگوست سال 2021 برای اشرف غنی آماده نموده بود و غنی آن را نخورده از افغانستان فرار کرد قصه کرده است. همچنین گزارشگر The New York Times در مورد تغییر در فهرست غذاها در افغانستان نوشته است دیگر از ضیافت‌های رسمی که در آن از زعفران و دیگر رستنی‌های خوشبو در منطقه سبز کابل آماده کرده میشد چیزی باقی نمانده است. گرسنگی دیگر باره به گریبان مردم افغان چنگ زده است و مردم مجبور شدند که خود را به یک زندگی نیم گرسنگی پر از محرومیت آماده کنند. علاوه بر این در گزارش یادآور شده است که صاحبان طربخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها گفتند که بعد به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان و منع پخش موسیقی و همراه سر میز طربخانه و نشستن زنان و مردان درآمد آشخانه‌ها از 40 تا 60% کم شده است.
ولی با این وجود تا حال شماری از آنهایی که پلو کابلی و گوشبریان را یاد میکنند گاه به طربخانه و سر میزنند. پیش از این نیز بارها رسانه‌های محلی افغانستان گزارش داده بودند که طالبان در منطقه‌های گوناگون چروای مردم را به زور از آنها گرفته به نفع خود مصرف میکنند. حتی آنها در توی‌ها نیز حاضر شده با بهانه رعایت نکردن چفکات اسلامی طعام‌های برای مهمانان آماده شده را با خود میبردند. بعد به سر قدرت آمدن طالبان وضعیت اقتصادی در افغانستان با متوقف شدن کمک‌های بین المللی و بشردوستانه و فرار سرمایه‌گذاران از کشور بدتر شد. بنا به گزارش برنامه جهانی غذا حدود 24 میلیون از 32 میلیون اهالی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته. نزدیک به 6 میلیون آنها در مرز قحطی و گرسنگی شدید قرار گرفتند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 3 اپریل سال 2023 از انجام تفتیش پیشکی و به دادگاه ارسال شدن پرونده جنایتی ضد مظفر پولادوف کارمند MBTI شهر استرافشان خبر داد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات اگنتی، پولادوف مظفر ماموروویچ به حیث متخصص شعبه برای خودگیری تکنیکی کارخانه دولتی فری به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در شهر استرافشان کار کرده. ضمن فعالیت کاریش از شهرونده برای مساعدت نمودن جهت گرفتن شهادتنامه استفاده بری زمین و گرفتن شهادتنامه قانونیگردانی دارویی‌ها به منزل نام برده مبلغ 33,000 سامانی را برای فریب گرفته تصرف نموده به ضرر کلان مالی رسانیده است. اگنتی افزود وابسته به حالت مذکور نسبت پولادوف مظفر بر اساس ماده 247 قسم 3 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ بزرگ پرونده جنایتی آغاز گردیده. بعد انجام تفتیش پیشکی آن با تصدیق فکر عیب‌دارکنی برای مایتم بررسی نمودن به سود ارسال کرده شد. کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول یا MBTI که به وجودگذاری منزل و دیگر مال و ملک غیر منقول مردم مشغول می باشد یکی از نهادهای اعظم فساد زده در تاجیکستان به شمار می رود. به مظفر پولادوف بر اساس قسم 3 ماده 247 برای قلابی همچون جزا جریمه به اندازه از 912 تا 1460 نشان دهنده برای اصابها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 5 تا 8 سال تهدید می کند. ولی تجربه سودی در تاجیکستان نشان می دهد که منصبداران برای گرفتن پوره به دست افتاده در اکثر موردها با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص می شوند. دادگاه شهر خاروق ساکن این شهر کاملوف سوربون عرب شویویچ را بر اساس قسم یکم ماده 343 کودکس جنایتی تاجیکستان در سرکشی از خدمت حربی گناهکار دانسته به 1 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. خود سوربون کاملوف و نزدیکانش برای شرح این قضیه دسترس نیستند، ولی مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان در گزارشی که اتفاقا روز 1 اپریل سال 2023 در روز آغاز موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان نشر کرد گفت سوربون کاملوف به سبب‌های عذرناک به نقطه دعوت حاضر نشده است. داستانی یادآور شده است که طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی به خدمت حربی شهروندان جنس مرد از 18 تا 27 ساله که حقوق آزاد شدن یا مفقود گذاشتن خدمت حربی را ندارند دعوت کرده می‌شوند. کاملوف سوربون با گرفتن دعوتنامه‌های کمیساریات حربی و دعوت چندین کرته مسئولین قصداً به سبب‌های عذرناک در مهلت‌های تعیین شده از حاضر شدن به کمیساریات حربی شهر خاروق برای گذشتن از معاینه کمیسیون طبی و سفربر گردیدن به خدمت حتمی حربی سرکشی نموده است. تاکید کرده است دادستانی دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه بهار در ماه‌های اپریل و می و تیرماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. هر سال قوه‌های مسلح تاجیکستان تقریباً به 16,000 نفر سرباز احتیاج دارند، اما با وجود آن که در تاجیکستان تقریباً 700,000 جوان سن و سال دعوتی به سر میبرند، کمیساریات‌های حربی در هر موسم در اجرای نقشه دعوت مشکلی میکشند. خبر برای سرکشی از خدمت حربی به 1 سال زندان محکوم شدن ساکن مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در حالی است که شهر خاروق و همه ناحیه‌های این ولایت از سال 2018 به این طرف
در هر موسم دعوت علاقه در روز اول از اجرای نقشه خود گزارش می‌دهند. صاحبکار دست بخیر توجک رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل حاجی محمودجان مرادوف بخشیده به عید نوروز در مکتب اینترنت‌های پایتخت شهر دوشنبه برای 1041 تربیت گیرنده دستورخوان عیدانه آراسته به 420 آموزگار، مربیه و دیگر کارمندان این مؤسسه‌های تعلیمی کمک‌های پولی رسانیده است. اسام‌الدین بابازاده روز 1 اپریل سال 2023 با نشر بیش از 50 عکس از جریان این معرکه در گروه فیسبوکی سرایست معارف شهر دوشنبه خبر داد که از جمله در مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و بی‌پرستار برای 500 نفر دستورخوان عیدانه آراسته شده 140 کارمند با کمک‌های پولی هوسمند گردیدند. همچنین به این مؤسسه به مبلغ 65,000 سومانی مواد گیگینی تقدیم کرده شد. این چنین برای 106 تربیت گیرنده مکتب اینترنت مخصوص تحصیلات اساسی رقم 2 ضیافت داده شده به 55 کارمند این مؤسسه مبلغ پولی تقدیم گردید. همین طور در مکتب اینترنت یاری رسانی رقم 3 43 کارمند با کمک پولی هوسمند گردیده برای 102 تربیت گیرنده دستورخوان آراسته شد. همزمان برای 70 تربیت گیرنده مکتب اینترنت رقم 4 برای کودکان امکاناتشان محدود دستورخوان آراسته شده به 54 کارمند این مؤسسه مبلغ پولی تقدیم گردید. در مکتب اینترنت رقم 5 برای کودکان امکاناتشان محدود برای 186 نفر دستورخوان آراسته 68 کارمند با کمک پولی هوسمند گردانیده شدند. این چنین دستورخوان عیدانه برای 77 تربیت گیرنده خانه کودکان سن تا مکتبی رقم 1 آراسته شده به 60 کارمند آن مبلغ پولی داده شد. حاجی محمودجان مرادوف وکیل مجلس شهر دوشنبه و رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل با عملهای خیر خود نام برآورده است. او از جمله در هر عید رمضان و قربان و عیدهای دیگر برای دستپروران یتیمخانه‌ها، طفلان معیوب، سربازان دسترخوان‌های عیدانه تشکیل کرده برای عائله‌های نیازمند کمک‌های خیریه جدا می‌کند. حاجی محمودجان مرادوف همین طور در سال‌های آخر تقریباً به 20 عائله نیازمند خانه و در تحفه کرده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 2 اپریل سال 2023 باران‌های پرشدت در بعضی نواحی شمال کشور باعث سیل آبخیزی شد، ولی خوشبختانه این آفت‌های طبیعی تلفات جانی نداشت. 2 اپریل سال 2023 تخمیناً ساعت 17:10 در نتیجه باران‌های زیاد سیل حدود کوچه زحل شهر خوجند را فرا گرفت. تخمیناً ساعت 23:40 نجات دهندگان ریاست حالت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت از میان لایقه زیاده از 2 ماشین تمغه گازل را بیرون کشیدند. همچنان با تلاش امدادگران قسمتی از روی دوشنبه چنوق که از شهر خوجند عبور می‌کند از لایوبه و سیل و وردها پاکوری شد. 2 اپریل سال 2023 ساعت 17:00 بر اثر باران‌های پی در پی در حدود جماعت یاوه نویه باباجان غفوروف نیز سیل آمده به 2 کیلومتر روی محلی ضرر رساند. همچنین یک خانه استقامتی قسماً زیر آب مانده، 2 مالخانه و بخشی از میدان باغ زردالو نیز قسماً ضرر دید. در جماعت دیوت دهموی نویه جبو رسولوف نیز سیل آمده است. همچنین 2 اپریل سال روان بر اثر باران‌های پرشدت در قلمرو جماعت چورکو در کنار شهر اسفره از حدود مرزی جمهوری قرقیزستان سیل آمد و لایوبه نزدیک به 200 متر روی محلی را پوشاند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه این سیل‌ها تلفات جانی نداشتند و برای برطرف کردن پیامدهای سیل و معاین کردن حجم ضرر رسیده در منطقه‌های یاد شده کمیسیه‌های حالت‌های فوق‌العاده فعالیت دارند. روز 31 مارس سال 2023 یک کودک 7 ساله از دهه باغ حبیب نویه مومن‌آباد که برای برادر پادبانش خوراک می‌برد زیر سیل مانده جان باخته است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه روز 31 مارس تخمیناً ساعت 12:55 ساکن 7 ساله دهه باغ حبیب نویه مومن‌آباد ولایت ختلان با مقصد رسانیدن غذا به برادرش که در کوه‌ها چاروانبانی می‌کرد برابر آمده است، ولی در نیمه راه زیر سیل مانده به هلاکت رسیده است. این سیل بر اثر باران پرشدت از دامن کوه جاری شده بود. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت جسد کودک از جانب ساکنان پیدا کرده شده و به والدانش سپرده شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده
به پیوندان قربانی سیل اظهار تسلیت کرده همزمان از پدران و مادران خواسته است فرزندانشان را که نور چشمان آنهایند احتیاط کنند. در چنین روزهای بارانی رعایت قاعده‌های بی‌خطری گرو اصلی تامین امنیت شما و اطرافیان شماست. گفته می شود در ابتدای این نهاد روز 31 مارس در بسیاری از مناطق تاجیکستان باران سیل و ژوله سخت باریده باعث فرو ریختن سیل و آبخیزی ها شد. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جوان 25 و 23 ساله ساکنان نویه واسه و شهر دوشنبه 30 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 23:30 با یکدیگر جنجال نموده همدیگر را مورد لطکوب قرار دادند که در نتیجه جوان 25 ساله با کارد خواجگی در دستش بوده زیاده از 10 مرتبه به عضوهای بدن جوان 23 ساله زده است. در نتیجه نام برده جراحت‌های جسمانی به سلامتیش برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جوانزن 22 ساله ساکن شهر دوشنبه تخمینا آخر ماه نوامبر سال 2022 با راه فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او به طریق غیر قانونی محصولات گوشت خام مرغ را گرفته وعده داده است که مبلغش را برمیگرداند. اینچنین نام برده با این مقصد تخمینا سانحه 22 نوامبر تا سانحه 12 دکامبر سال 2022 با جبر دیده واخورده بر عوض مبلغ 284,759 سومونی محصولات گوشتی گرفته قسم مبلغش را برگردانیده باقی مانده مبلغ 114,716 سومونی را تا حال برنگردانیده به منفعت شخصیش صرف نموده است. همزمان نام برده با همین را اولهای ماه اکتبر سال 2022 به باوری زن 69 ساله ساکن پایتخت در آمده وعده داده است که بر عوض مبلغ پولی به آخرین از فایده به دست آوردهش یک مقدارش را به او می‌دهد. سپس گمان شونده با این مقصد 27 نوامبر سال 2022 با جبر دیده در نزد بازار سخاوت واخورده مبلغ پولی در حجم 160,000 سومونی را گرفته وعده داده است که در مدت یک ماه برمیگرداند. باز مرتبه دوم 7 دکامبر سال 2022 از آخرین منزل استقامتی واقع در شهر دوشنبه را به مبلغ 300,000 سومونی نرخ‌گذاری کرده خانه مذکور را به نام خود حجت‌گذاری کرده وعده داده است که مبلغش را پس از یک روز برمیگرداند. اما مبلغ 406,000 سومونی به دست آوردهش را به منفعت شخصیش صرف نموده با این کردارش به جبر دیده ضرر مخصوصا کلان مادی رسانیده است. همین طریق نام برده با همون را تخمینا اول ماه اکتبر سال 2022 به باوری زن 27 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده وعده داده است که بر عوض مبلغ پولی به آخرین از فایده به دست آوردهش یک مقدارش را به او می‌دهد. سپس گمان شونده با این مقصد تخمینا ماه اکتبر تا میانه ماه دکامبر سال 2022 با جبر دیده در حدود محله یکچنور واخورده منتظم 5 مرحله مبلغ‌های پولی در حجم‌های گوناگون در عموم 6,700 سومونی طلب نموده گرفته مبلغ به دست آوردهش را به منفعت شخصیش صرف نموده با این کردارش به جبر دیده ضرر مخصوصا کلان مادی رسانیده است. نسبت گمان شونده پرونده جنایتی با ماده 247 کدش جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. با شعبه وزارت کارهای داخله در نویه جمعی عریضه زن 45 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 25 و 26 مارس سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد کارت ملی شرکت هومو که در داخلش 4,362 سومونی داشت دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور و جوان 23 ساله ساکن امین نویه صادر نموده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.